از کف ورزشگاه یک برای پارس اولین بازی فجر سپاسی در برابر گلگهر سیرجانو برای شما گزارش میکنم. کاکام کوپال ناظمی داوری بازی سوت ابتدای بازی رو میزنه. بچه شیراز استان فارس میگن فجر نمیباخه و قطعا قهرمان لیگ برتر میشه. ایشالله که همینطور بشه. همون ابتدای بازی چپری میرونن تو زمین گلگهر ولی توپو لو میره. حالا فجر از سمت راست میگروزن و وارد زمین گلگهر میشن. پشت 18 ببینیم چی تو میشه. نه بچه رو زد بس زبون باکش نشده باشه. ببینیم نتیجه وی آر چی میشه. بله پنالتی. کارت زرد هم میزنه تخت سینه بازیکن گلگهر. حالا شیرین بزرگ میکشه زیر توپو و گل. بابا فجر سپاسی 1 گلگهر 0. آمو کراندم با بیلا. حالا بچه گلگهر کف 18 فجر یه پری میخوره این وروش نگاه میکنه توپو رو جرد میکنه عقب. جون کاکو موقعیت خطرناکیه. وای میکشه زیر توپو و کره دروازه رد شد. کاکان کوپال ناظمی سوت پایان این دیدار رو میزنه. فجر سپاسی به اولین برد خودش دست پیدا میکنه.